در یک مناقشه گروهی در شهر کولاب یک ورزشکاری جوان کشته و دو تن دیگر سخت مجروح شدند. جوانی کشته شده یک رزمیکار نچندان شناخته 19 ساله محمد علی سعداللهیف است. او را روزی 12 ینور در زادگاه شهر کولاب به خاک سپردند. با گفته منابع آگاه بدیل ورزشکار هنگام مناقشه یک کارت زدند. دو زخمی دیگر در شفاخانه ولایتی واقع در شهر کولاب بستری شدند. مقامات انتظامی کولاب نسبت به این حادثه با اتهام قصدا رساندن ضرر وزنین به سلامتی و اوباشی پرونده جنایتی باز کردند. همصحبتان رادیو آزادی در مقامات انتظامی کولاب به رادیو آزادی گفتند که در رابطه با مناقشه و جنایت دو گمانبر بازداشت شدند و تفتیش پرونده ادامه دارد. در صورت ثابت شدن اتهام و یا گناه گمانبران را تا 10 سال زندان تهدید می‌کند. با گفته مقامات حادثه شب 11 ینور در مکان بازی‌های کامپیوتری در محله شمس‌الدین شاهین شهر کولاب رخ داده است. در این مرکز بازی‌های کامپیوتری را پس از مناقشه و برای تفتیشات بستند. مقامات انتظامی رسما حادثه را شرح ندادند. محمد علی سعداللهیف ورزشکاری نوی محاربه‌های آمیخته در چند مسابقه در داخل کشور و خارج کشور جای اول گرفته است. فدراسیون رزمیکاران تاجیک در یک بیانیه رسمی نوشته است رشته زندگی محمد علی سعداللهیف در نتیجه یک کارتکشی وحشیانه کنده شد. با گفته این فدراسیون این ظلم بی‌معنی از ما نه تنها یک قهرمان بلکه پسر، دوست، تربیتگر بسیاری از ورزشکاران جوان را گرفت.